سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. بعضی از حرف‌ها و صحبت‌ها رو باید برای خودتون نگه دارید. همه ما رازهایی در زندگی خودمون داریم که به دلایل مختلفی نباید به دیگران فاش کنیم. این رازها ممکنه درباره اعتقادات، احساسات، تجربیات شخصی و حتی اطلاعات حرفه‌ای ما باشه. اما چرا باید این رازها رو نگه داریم و به دیگران نگیم؟ اولا با گفتن رازهای خودمون به دیگران ممکنه این اطلاعات به شکل ناخواسته به دیگران منتقل بشه و به افزایش تنش‌های جدی‌تری در روابط ما منجر بشه. این امر ممکنه باعث کاهش اعتماد به نفس و خودشناسی ما بشه و به بروز مشکلات جدی‌تری در زندگی ما منجر بشه. ثانیاً با گفتن رازهای خودمون به دیگران ممکنه این اطلاعات مورد سوء استفاده قرار بگیره و دیگران ممکنه از این اطلاعات برای به دست آوردن مزایایی برای خودشون استفاده کنن. در این برنامه قصد داریم به بررسی چیزهایی که نباید به دیگران بگید بپردازیم. پس بیاید شروع کنیم. از بیان خواسته هاتون و آرزوهاتون خودداری کنید. گاهی اوقات به نظر میرسه که بیان خواسته ها آرزوهامون یک کار بسیار ساده و بی اهمیته، اما در برخی موارد خودداری از بیان این خواسته ها و آرزوها میتونه بهترین راه برای حفظ روابط ما با دیگران باشه. بعضی اوقات خواسته ها آرزوهای ما ممکنه به نظر دیگران بی اهمیت یا حتی ناشایست بیاد. این موضوع میتونه به دلیل موقعیت اجتماعی، محیط کاری یا حتی توی خانواده رخ بده. در چنین شرایطی بهتره که خواسته ها آرزوهای خودمون رو برای خودمون نگه داریم. در برخی موارد هم بیان خواسته ها آرزوهای خودمون میتونه به ایجاد تنش در روابط ما با دیگران منجر بشه. ممکنه دیگران احساس شکست و ناامیدی کنن و این میتونه به خطر انداختن رابطه ما با اونها منجر بشه. در چنین مواردی بهتره که از گفتن حرفامون خودداری کنیم و به دیگران بیان نکنیم که این خواسته و آرزوها برای ما بسیار مهمن، اما در حال حاضر نمیتونیم به آنها بگوییم. در چنین شرایطی بهتره که خواسته ها و آرزوهای خودمون رو در حفظ امنیت و حریم خصوصی خودمون نگه داریم. اما این موضوع نباید به معنای این باشه که باید همیشه از بیان خواسته و آرزوهای خودمون اجتناب کنیم. باید همیشه به دقت و با توجه به شرایط اطراف خودمون تصمیم گیری کنیم که آیا باید خواسته ها آرزوهای خودمون رو بیان کنیم یا خیر. بهتره که با توجه به شرایط با شجاعت و اعتماد به نفس به بیان خواسته و آرزوهای خودمون بپردازیم و در زندگی به دنبال بهترین ها برای خودمون باشیم. قبل از ادامه برنامه اگه تا اینجا با ما همراه بودید حتما دکمه لایک رو بزنید. با لایک کردن شما باعث میشه که افراد بیشتری بتونن این ویدیو رو ببینن. و جدا از اون اگه تا به حال در کانال سابسکرایب نکردید حتما همین حالا این کار رو انجام بدید. دومین چیزی که نباید به دیگران بگید درآمد و برنامه بلند مدتتونه. بسیاری از ما در زندگی خودمون با برنامه‌های بلند مدت و درآمد مطلوبی که می‌خوایم برای خودمون داشته باشیم مواجه هستیم. با این حال گاهی اوقات بهتره که این اطلاعات رو به دیگران نگیم. یکی از دلایل این موضوع میتونه این باشه که به اشتباه به دیگران اجازه میدیم که ما رو بر اساس درآمد و برنامه‌های بلند مدت خودشون قضاوت کنن. این ممکنه به دلیل محیط کاری، اجتماعی یا حتی توی خانواده باشه. در چنین شرایطی بهتره که برای خودمون این اطلاعات رو نگه داریم و در برابر دیگران نشون بدیم که هدفهامون علاوه بر درآمد شامل برنامه‌های دیگری نیز هستند. مورد سوم کارهای خوب و عبادتتونه. در بسیاری از فرهنگ‌ها و دین‌ها توصیه شده که کارهای خیر و عبادت خودتون رو به دیگران نگین. این توصیه‌ها به دلایل مختلفی داده شده.
از جمله اینکه بهتر کارهای خیر و عبادتی که ما انجام میدیم به خودمون محدود بمونه و با فرض اینکه خداوند همه چیز رو میدونه نیازی به این نیست که اونو به دیگران اعلام کنیم. همچنین این توصیه به ما یادآوری میکنه که هدف اصلی از انجام کارهای خیر نه اینکه دیگران به ما تبریک بگن یا ما رو تحسین کنن، بلکه برای خودمون و خداوند انجام بدیم. حالا میرسیم به 4مین چیزی که نباید به دیگران بگید، یعنی مشکلات خانوادگی. مشکلات خانوادگی ممکنه یکی از سخت‌ترین چیزها در زندگی باشه. ممکنه این مشکلات شامل بیماری‌ها، جدایی، فقدان یکی از اعضای خانواده یا دیگر مشکلات باشند که ما رو تحت فشار قرار میدن. در این شرایط ممکنه فکر کنیم که با گفتن این مشکلات به دیگران میتونیم اونها رو حل کنیم و از این فشار خلاص بشیم، اما در واقعیت این کار ممکنه به مشکلات بیشتری منجر بشه. اولا به دلیل اینکه هر شخصی تجربیات و مشکلات خودش رو داره، ممکنه دیگران نتونن به شما کمک کنن یا از شما پشتیبانی کنن. بنابراین اگر شما این مشکلات رو به دیگران بگید، ممکنه در نهایت احساس ناامیدی و تنهایی بیشتری داشته باشین. ثانیاً این کار ممکنه خجالت و نوعی تبعیض اجتماعی بیشتری رو برای شما منجر بشه. ممکنه دیگران نگران شما بشن، ولی از طرف دیگه ممکنه شما رو به عنوان یک شخص ضعیف تلقی کنن. بهترین راه برای مواجهه با مشکلات خانوادگی مثلا با یک مشاور یا مربی روانشناسی مشورت کنیم. همچنین میتونیم از راهکارهای دیگه‌ای مانند مشغول شدن به فعالیت‌های مفید و سالم، رفتن به مکان‌های جدید و دیدن دوستان و خانواده کمک بگیریم. با این کار میتونیم از حمایت و راهنمایی‌های افرادی که در کنارمون هستن بهره بیشتری ببریم و به راحتی به حل مشکلات خودمون بپردازیم. 5مین چیزی که در مورد اون نباید به کسی چیزی بگید، زندگی زناشوییتونه. زندگی زناشویی یکی از مهمترین و پیچیده‌ترین جنبه‌های زندگی ماه. هر زوجی دارای مشکلات و چالش‌های خودشون هستند که ممکنه در برخی موارد بسیار حساس و شخصی باشه. به همین دلیل بهتره که از زندگی زناشویی خودمون به دیگران چیزی نگیم. اولا با گفتن جزئیات زندگی زناشویی خودمون به دیگران ممکنه مورد خنده یا تمسخر دیگران قرار بگیریم. همینطور ممکنه این امر باعث بشه که دیگران نظرشون درباره شما و شریک زندگیتون تغییر کنه. ثانیاً به دلیل حساسیت و شخصی بودن مسائل زندگی زناشویی ممکنه دیگران نتونن به شما کمک کنن. هر زوجی دارای مشکلات خودشون هستن و ممکنه راه حل‌های شما برای مشکلاتتون برای دیگران قابل قبول نباشه. بنابراین برای رسیدن به راه حل‌هایی که برای شما مناسب هستن، بهتره با همسر خودتون صحبت کنید و در صورت نیاز از کمک یک مشاور یا مربی روانشناسی استفاده کنید. زندگی زناشویی یکی از مهمترین بخش‌های زندگی ماه و باید به اون احترام بگذاریم. به این ترتیب میتونید به یک زندگی زناشویی سالم و خوشبخت دست پیدا کنید و از زندگی لذت ببرید. 6مین رازی که نباید به دیگران بگید مربوط به استعدادهای شخصیتونه. استعدادهای شخصی یکی از جنبه‌های مهم هویت ماست که بسیاری از ما با اونها مواجه هستیم. اما بهترین راه برای بهره‌مندی از این استعدادها عدم اطلاع رسانی به دیگران است. چرا؟ اولاً با گفتن استعدادهای خودمون به دیگران ممکنه این اطلاعات به شکل ناخواسته به دیگران منتقل بشه و به افزایش رقابت و تنش‌های جدی‌تری در روابط ما منجر بشه. ثانیاً با گفتن استعدادهای خودمون به دیگران ممکنه این اطلاعات مورد سوء استفاده قرار بگیرن و دیگران ممکنه از این اطلاعات برای به دست آوردن مزایایی برای خودشون استفاده کنن. با تلاش و تمرین میتونیم استعدادهای خودمون رو بهبود ببخشیم و به بهترین شکل ممکن از اونها استفاده کنیم. 7مین مورد و آخرین موردی که با هم بررسیش میکنیم نقاط ضعفمونه. نقاط ضعف یکی از جنبه‌های انسانی ماست که همه ما با اون مواجه هستیم. اما مهمه که به دیگران از نقاط ضعف خودمون چیزی نگیم. چرا؟ اولاً با گفتن نقاط ضعف خودمون به دیگران ممکنه به افزایش ترس و نگرانی درباره خودمون منجر بشه. این امر میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و خودشناسی نامطلوب بشه و به بروز مشکلات جدی‌تری در زندگی ما منجر بشه.
ثانیاً با گفتن نقاط ضعف خودمون به دیگران ممکنه این نقاط ضعف مورد سوء استفاده قرار بگیرن. دیگران ممکنه از این اطلاعات برای تحقیر ما استفاده کنند. همچنین با گفتن نقاط ضعف خودمون به دیگران ممکنه تصمیمات نامطلوبی اتخاذ کنیم. به عنوان مثال ممکنه به دلیل نقاط ضعف خودمون ترس و استرس بیشتری در مواجهه با چالش‌های جدید احساس کنیم. در نهایت بهترین راه برای مقابله با نقاط ضعف تقویت اونهاست. با تمرین و تلاش برای بهبود نقاط ضعف خودمون میتونیم به افزایش اعتماد به نفس، خودشناسی و خودباوری برسیم و به رشد و پیشرفت در زندگی خود دست بیابیم. در انتها فراموش نکنید که این برنامه رو با دوستان و عزیزانتون به اشتراک بگذارید. حالا شما یه رازی که باید در زندگی به کسی نگیم رو برامون بنویسید. برای بررسی عادت‌هایی که برای پولدار شدن باید ترک کنید، بهتون پیشنهاد میکنم حتما این برنامه جذاب رو ببینید. یادت باشه تنها یه چیز ثابته و اون تغییره. موفق باشید.